4, 3, 2, 1. فتح کیهان از طرف انسان از 4 اکتبر سال 1957 شروع می شود. در این روز تاریخی به مدار اولین ردیف مصنوعی زمین برآورده شد که از طرف اتحادیه جمهوری شوروی سوسیالیستی عملی کرده شد. این ردیف 86 از 3 کیلوگرم وزن داشت. ده سوال‌های حل نشده در نزد علم می ایستند. باید راکت‌های ساخته می‌شدند که از کشتی‌های اول چندین مرتبه پرقوت‌تر بوده توانند ستانسیه‌های کیهانی از ردیف‌های از پیش سر داده شده چندین مرتبه وزن‌تر را به کیهان برآورند. دستگاه‌های پروازکننده ساختن لازم بود که تنها بخطری کیهان‌نورد را در تمام دوره پرواز تامین نماید، بلکه شرایط‌های ضروری را برای حیات بردن فراهم آورد. باید کمپلکسی مشق‌های مخصوص کارکرد می‌شدند که برای مطابق شوی ارگانیسم کیهان‌نوردان آینده با محیط بی‌وزنی و کیهانی مساعدت می‌کرد. نوابسته به دشواری این نقشه محتشم، علم و تکنیک شوروی توانست با حل کردن آنها دست یابد. ردیف دوم شوروی 3 نوامبر سال 1957 همراه خود اولین جاندار سگی را با نام لایکا به کیهان برآورد که یک قدم جدی به پیش به سوی فتح کیهان به حساب می‌رفت. پس از یکچند پروازهای سنجشی که در کابین از زنبورها تا باکتریاها و در آخر بلکا و استرلکای به همه مشهور موجود بودند، کنسترکسیون کشتی‌های کیهانی با تمام سیستم مرکبی برآوردن به مدار، تنظیم پرواز و بازگشت به زمین به پررگی کارکرد کرده شد. 3 مارس سال 1960 با امر سرفرمانده قواهای حربی هوایی کنستانتین اندریویچ ورشینین، یوری گاگارین را به گروه نامزدها به کیهان‌نوردی شامل نمودند. از 25 مارس درس‌های دائمی از روی برنامه تیاری کیهان‌نوردان آغاز شد. 10 اپریل سال 1961 کمیسیون دولتی قرار قبول کرد که یکمین مرتبه به کیهان یوری گاگارین پرواز می‌کند. دوبلیوری وی باشد گرمان تیتوف تعیین کرده شد. 12 اپریل سال 1961 کسی خبر نداشت که محض امروز اولین پرواز انسان به کیهان رخ می‌دهد. در روز تاریخی 12 اپریل سال 1961 با کشتی کیهانی وستوک اولین کیهان‌نورد در تاریخ انسانیت یوری الکسیویچ گاگارین به کیهان پرواز کرد. از روی معلومات‌های اول دوره گردش کشتی کیهانی ردیف وستوک در اطراف زمین به 89 از 1 دقیقه برابر بوده. مسافه مینیمالی دوری از زمین 175 کیلومتر و مسافه ماکسیمالی به 302 کیلومتر برابر بود. مدار کشتی نسبت اکواتور تحت کنج 65.4 دقیقه کمونی بود. بعد پرواز 12 اپریل سال 1961 ساعت 10:55 دقیقه به وقت مسکو گاگارین به جای معین شده فرآمد با کشتی کیهانی خود. پس از چند ماه پرواز گاگارین 6 آگوست سال 1961 کشتی کیهانی وستوک 2 با کیهان‌نورد گرمان استپانویچ تیتوف پرواز کرد. وستوک 2 در گرد زمین تبدیل از 5 مرتبه تاب خورده در طول 25 ساعت و 18 دقیقه در پرواز بود. همین طور تا امروز فتح کیهان از جانب انسانیت دوره به دوره دوام دارد و امروزها علم در این سان به دستاوردهای نظررس نائل گردیده پدیده‌های نو و جالب را کشف نموده ایستاده است.